یکی از تجربه‌های شخصی اگه بخوام برای شما بگم، سریای اولی که ترک میکردم و بعدش لغزش میکردم، یکی سوالای ذهنم این بود که خب من حالا ترک کردم، چرا درآمدم زیاد نمیشه، چرا زندگیم تغییر نمیکنه، و با خودم بودم، جلسه هم نمیرفتم. بعد حالا این سری وقتی هی اومدم بالاتر به این درک رسیدم که زمانی که ما ترک میکنیم، وقتی که ما ترک میکنیم و قدم، مخصوصا قدم کار میکنیم، اینو میگم برای اونایی که از قدم کار کردن فراری هستن، زمانی که ما 90 جلسه رو میریم، این یخ کله ما به قول معروف باز میشه، ذهن ما باز میشه و ما شروع میکنیم به قدم کار کردن. از قدم یک اجزامون رو میشناسیم، قدم 2 نیروی برتر، سپردن، قدم 3 و همینجور الی آخر. وقتی که ما بیماریمون رو ریشه یابی میکنیم و رو نقصامون کار میکنیم، نقصای ما زمانی که مصرف میکردیم یا حتی همین الان ما نقصا با اون هست، فقط کمرنگش میکنیم. زمانی که ما فوکس میکنیم روی یک نقصی، در واقع داریم انرژیمون رو میدیم به اون نقص. حالا زمانی که من پاک میشم، قدم کار میکنم، یکی یکی وقتی که رعایت میکنم نواقص شخصیتیمو کمرنگ میکنم، من میام چیکار میکنم؟ اون انرژیایی که دادم به این نواقص و منده یکی یکی پس میگیرم، انرژیامو پس میگیرم و درون خودم نگه میدارم و اینو چیکار میکنم؟ رو کار، خانواده، جلسه میذارم و وقتی که میرم بالاتر کار میکنم روی این نواقص شخصیتیم و فقط زوم میکنم روی این کار، خانواده، جلسه، بعد اون موقع من به آرامش میرسم. وقتی آروم میشم، کم کم زندگی منم تغییر میکنه. این تجربه شخصی خودم بود و دوست داشتم با شما به